من هستم که برای بعضی پدر و مادر فقط دختر میتیم و بچه نمیتیم. پادشاه ها رو من میدانم دختر دارن بچه ندارن. من هستم که بچه میتیم، بعضی پدر و مادرها رو دختر نمیتیم. خدا میگه من هستم برای شما هم بچه میتیم و هم دختر میتیم، و من هستم برای بعضی شما نه بچه میتیم و نه دختر میتیم. از دست چی میبیاد؟ او کارخانه خردکه که نامش رحم است، عزیزی من، در اونجا نزد و تصرف دارد و نه تو. او در اختیار خالقش است. شاید خداوند برای کسانی که دختر میتی بچه نه میدانه که دختر داشتن براش خوب است، از بچه داشتن. عزیزانی من، از بچه های میزد و دزد و آدم کشه